با 2 قلم مواد شیرینی ناپلونی خودت تو خونه درست کن. اگر از این دستور تو خوشت اومد منو سابسکرایب کن. اول خمیر هزارلامون رو میذاریم توی یخچال که یخزدایی بشه. گوشهاشو حتما ببرید. من 4 تا قسمت میکنم. حتما یادتون نره که با چنگال روش سوراخ ایجاد کنید. بذارید توی فر از قبل گرم شده 180 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه. مثل من نذارید نیم ساعت بمونه، یه مقدار برشته میشه. بعد قلم بعدی چیزیه که خامه قنادی آماده است. من از خامه قنادی کاله استفاده میکنم. نیم ساعت قبل گذاشتم بیرون. گوشه های خامه باید آب شده باشه ولی وسطش هنوز یخ داشته باشه. 1 دقیقه با دور کند همزن شروع میکنیم به زدن. خیلی هوا گرمه این چند روز، واسه همین یخ ریختم توی کاسه گذاشتم زیرش. بعد از 1-2 دقیقه با دور تون حدود 15 دقیقه زدم. تو این حینم شیرینی ها رو در آوردم که یه مقدار برشته شده بودن. کجا بفهمیم خاممون آماده شده؟ نگاه به پره ها چسبیده بود و میپاچید به دیواره ها. لایه روی خمیرامون رو جدا میکنیم. من 2 تا تیکه کردم. باید اینا رو از وسط نصف کنیم ولی مال من دیگه خیلی برشته شده بود. خامه کشی میکنیم و لایه های بعدی رو میذاریم روش و خامه کشیمون رو ادامه میدیم و در نهایت خروجی کارمون یه همچین چیز جذاب و خوشمزه میشه. اگر خوشتون اومد برام بنویسید که درست کردید یا نه. نوش جان.